نه ترانه دختری با کفشای کتانی وارد سینما شد. اینو درک میکنی؟ اما اصغر آره، اصغر مال تو. ترامپ تو رو خدا ترانه رو نخور. ترامپ مقشنگ فکل زری بچه مایه دار، اگه خودت چیز نکن چیز میشی، واسه چیز خودت میگم. تو دختر داری جان کری، ببین دومادش ایرانیه. پسرای ایرانی میتونستن دامادای خوب برات بشن. جهنم و ضرر. یکی از دخترات خودم برمیدارم. توافق نکردیم طلاق میدیم. الانم که طلاق مده. منتها قوانین طلاق شما خیلی نامردیه که زن نصف ثروت مرد رو با خودش میبره. حالا ما که چیزی نداریم مثل تو یه جامون بسوزه بذار ببره. ایرانی‌ها راه نمیدم. یعنی چی مسخره بازی در آوردی؟ ترامپ تو سفیدی، تو کاخ سفیدم هستی. کاری نکن از کاخ سفید روسیا بیای بیرون. الانم دیر نشده. یه جت اختصاصی میفرستی واسه اصغر و شهاب و ترانه بیان اونجا اسکارشونو بگیرن برگردن. اسکار میفهمی؟ اسکار اینقدر به ثروتت نناز. تو همین فیلم فروشنده اصغر مثل خیار میفروشد. تو تیرام دور خودت ترانه رو